آقای سرباز وظیفه بیگناه تو بلوچستان در حال انجام وظیفه‌اش. بعد میان میگن چه در مورد اونایی که تو بلوچستان بیگناه شهید میشن چیزی نمیگی. وقتی همچین بیشتر 20 های اردین تو بلوچستان ریختین، نه شرف دارن، نه غیرت، نه ناموس سرشون عالی میشه، نه حرمت. میان عقده خانواده‌شون رو سر مردم مظلوم بلوچ خالی میکنن. آدم جرئت میکنه مگه چیزی بگه؟ تو به شرف و غیرت نداشته‌ات وقتی همچین رفتار زشتی با کسی که همسن مادر بزرگت هست انجام میدی، شک نکن تو در مقابل ناموست هم بی‌تفاوتی. واسه صدا کلوب میکنی، زور بازوتو نشون میدی، لغت میکوبی رو سینه‌اش، بعد ازش یک کلیپ دادن بیرون که من از کوره در رفتم حتی غلط بکنی عصبانی بشی. وقتی لباس نظام تنته باید تو چارچوب قانون نظام باشی. قانون واسه همه است. اگر الان یه فرد عادی باید این کارو میکرد با یه عذرخواهی همین چیز تموم میشو میرفت. مسئولین محترم سیستان بلوچستان خواهش میکنن اینا به سزای کارش برسونی، فیلمش هم پخش کنین تا دیگه کسی جرئت نکنه همچین اشتباهی بکنه و اینا رو از بلوچستان جمع کنین. سوجه دست مردم ندین، نذاری مردم عقده‌ای بشن، ناامنی واسهشون عادی بشه و این ذاتش خرابه. هر کاری از دستش برمیاد کجا و چیکار کرده رو خدا بدونه. این کلیپ یهویی اتفاقی ضبط شده. خواهشان اینا رو از بلوچستان جمع کنین. اینا دارن با این رفتارهای زشتشون قبر همون سربازایی که بیگناه شهید شدن رو لکه‌دار میکنن. حتما پیگیر باشین. من کوچیکتونم. زنده باد.